سلام و درود خدمت تمام شما ناظرینان، انشالله که خوب صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، ما در پارک حصه اول شهر کابل هستم. روز عید است، سوم عید است البته، تقریبا زمانی که ویدیو گرفته میشه. میبینیم که طفلا و اطفال و فامیلایشون، البته با پدرایشون یا برادرایشون همیشه به تفریح و تفریح آمدن، همیشه لذت میبرن. یک دقیقه که همیشه میشینیم از تفریح از اینا لذت میبریم. باز انشالله میریم بقیه جاهای پارک حصه اول خیرخانه کابل هم میبینیم. البته ایره براتون بگویم دوستان عزیز، قبلا در ویدیو گذاشتم گفتیم که شهر بازی داشت و بسیار خوب دوستان عزیز، دیربار می داشت، چرخ فلک بود، دامن عروس بود و بسیار چیزهای دیگه. همینجوری که شما میبینید اینجا دوستان عزیز جای موتورهای برقی بود، تکتش 50 افغانی بود، میگرفت و باز چکر میداد. کسایی که از خیرخانه بودن دیگه باز در ما همو خاطرات خود در کامنت بنویسن که چه خاطرات دارن و چی از بیارشون از ویدیو گذاشتم. خوب دوستان عزیز، میخویم دیگه ما تو میریم دیگه طرفای حصه اولا میبینیم پارکشه، ان شاء الله بازم تو بیرون میریم ما تو دوستان عزیز. اینجا دوستان عزیز بسیار بیربار است این طرفش، به خاطر که موتورسیکل‌ها را کرا میتن و مردم میای به خاطر ساتری طرف هم باز داخل باسکیلا است. اینجا کانال ببینید دوستان عزیز، پیش روی ما چند تا موتورسیکل به شدت هم تو تیز میاین دیگه. این تو مردم هم بقیه‌شون دوستان عزیز میاین اون بغلا اونجا تفریح میگردن. این موتورسیکل‌های کرایی دوستان عزیز تماما دوره 30 افغانی فکر کنم میگیرن و چکر میزنن. اگه لذت خاص اگر موتورسیکل رانی. خب دوستان عزیز، یا تیز می آمدن بسیار زیاد. اینجا یکیش افتید، بسیار محکم هم افتید. اینجا یک جمپ هست دیگه، البته کسانی که میخورن کنال که برای اینجا تاوان میگیرن دیگه، یا آدمایی هستن که اگر 20 روپیه تاوان نشده باشه 1000 افغانی رو تاوان میگیرن از پیشت دیگه. اما تو میریم و پیش دوستو، اینجا باید سلو برن، اینجا کلا مشکل، همینجا سونه دیگه شما افتید در این بین خود انداخت. تیز نروانند که اوگار میکنن خدا دیگه. هرچی نباشه موتورسیکل یا خود چیزی نیست. هم موتورسیکل ها رو همیشه میگن که مثل تابوت روان واجب باشه. خوب موتورسیکل ها هرچی نباشه سرعتشون تا 60 میره، از او بالاتر باز نمیره. خوب دوستان عزیز، ما دیگه تو پیش میریم. شما فقط موتورسیکل ها رو ببینید دیگه، که از دم روی ما میاد. خدا کنه کدامش ما را هدف قرار نده و ما را نپرانه دیگه. ما به این خاطر از این گوشه میریم. این تو میان او کم بود خورم اندازه که نفتید. مشکل است ترکی میدوانن اوگار میکنن خدا دوستان عزیز. اینا اون دو تا دیگه شوجه خود زدن. شما تا دوستان عزیز این موتورسیکل ها دواندین؟ اگر دواندین خاطراتتون بر ما بگوین، چی خاطرات دارین از این موتورسیکل ها و آیا با این موتورسیکل ها خاطره دارین یا نه؟ مشکلش این دوره زدنش دوستان عزیز مشکل است. اینجا ما 4-5 نفر خود انداخته، معلوم میشه کاملا. پس میبینین اینجا دوره زدن میرن دیگه این موتور. این موتورسیکل ها دوستان عزیز نسبتا ارزان هستن. او بچه حافظ دیگه ما رو نزنیم. این طرف هم طفلا فوتبال میکنن دوستان عزیز. خب دوستان تو با پیش میریم سلو از دروازه پارک دیگه میگیم خدا بکشیم. اینا مطمئنن کدامش خدا اوگارم کردن نواندن. چند لحظه پیش دوستان عزیز باران هم بود. خب باران شدید میبارید. باز باران که باشه دیگه نسبتا زمین سکاک شکمتر میسید و میلخشن. باز اون لخشیدن میزنن خدا اوگار میکنن. اینجا کرا میتن دوستان عزیز، اینجا است موتورسیکل ها. نه شما دیگه از این بغلک میندازیم خدا این طرف.
چقدر دوستا چقدر سرسبز شده، چقدر مقبول شده این بچه. گلا را ببینین کل یه میجش آمده شیشته. ما چند دقیقه میگم ما میجه بشینیم چرت ما را بزنیم، باز میگم نه گمش بریم یا قدر وقت نیست. این دوستان عزیز عید کابل هست و دوستا به تفریح برآمدن، دوستا رفیقا اندیوالا. این طرف هم بقیه بازی از دوستان عزیز نشانزنی است، کنه باز جایزه میته، فوتبال دستی است، کرمبول است. این طرفش هم جایزه فکر کنم میبرای کرمبول است جام دیگه. اونجا فکر کنم جایزه است. این طرف هم باسکیل های کرایی است، باسکیل قنه میگیره یا موتورسیکل که باشه باسکیل چی کنن، باسکیل همگی داره. لجاستایی اینجا دستی دوستان عزیز. این طرف هم دوستان عزیز گلاب بسیار زیبا جلب توجه میکنه و البته بسیار مقبول هستن. اینکه اینجا یک دقیقه بشینیم و حرف بزنیم. هوایی میلرزید، مرا ترساند بیش یک لحظه. اونجا نشانزنی سنوان خود نشان میزنن، بادی خدا میارن اولک کج میکنن بس نشان میزنن. این طرف همون دوستان عزیز من بیر بارش رو میبینین میریم اون تو پس پیش میریم دوستان عزیز. چی کنیم اینجا بشینیم ناحق میریم دوستا. فکر کنم زد یک دونه پاکانه رو ترقان ما کیس آمدیم هیچ طالی نداریم. به هر صورتش دوستان عزیز خب دوستان گرامی امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین.